الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. اما بعد، برادری درباره استعمال کریم دندان در وقت روزه پرسیدن که آیا روزه‌دار میتونه کریم دندان استعمال کنه یا کریم دندان روزش میشکنه یا نمیشکنه. برادر محترم، کریم دندان از جمله شکننده وضو نیست. کریم دندان مانند مسواک است. درباره مسواک رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند: لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة و عند كل وضوء. قسمی که مسواک در اینجا عام آمده، اگر مسواک شکننده روزه میشد، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم حتمی استثناء میکردن، یا در این حدیث یا در حدیث دیگری استثناء میکردن در جای دیگری. قسمی که درباره مبالغه در استنشاق و استنثار رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا استثناء کردن: و بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، و بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. یعنی مبالغه در استنشاق، آب در دهن که میبری مبالغه میکنی تا آخری حلقه میبری، همچنان در بینی تا آخر مبالغه میکنی. همین مبالغه را در وضو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کردن، مگر در حالت روزه. گفتن در حالت روزه مبالغه نباید بکنی. همچنان اگر مسواک شکننده روزه میشد، حتمی رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث استثناء میکردن یا در جای دیگر استثناء میکردن که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک الا عند الصوم. مثلا تو استثناء میکردن و خاطر حدیث عام است در روزه یا غیر روزه استعمال مسواک هیچ اشکالی نداره، بلکه مطلوب است انسان دهن خود نظافت بکنه، بیشتر خوب است. و بعضی علما گفتن بعد از زوال، فرق کردن، بعد از زوال مکروه است. دلیلی برای کراهیت وجود نداره و خاطر قولی از اونها کدام اعتباری نداره. دوم، برادری در متعلق صابون پرسیدن که آیا استعمال صابون در ماه مبارک رمضان برای روزه‌دار درست است یا نیست. برادرم، صابون هیچ اشکالی نداره. صابون انسان خود یعنی پاک میکنه و بیشتر نظافت میکنه و این مطلوب است در انسان. صابون، البته صابون بوده باشه یا کریم دندان، هر یک از اینها کوشش کنه تو مبالغه نکنه که اما چیزی از او در دهن انسان یعنی در حلق انسان بروه، تو از این چیزها خودداری بکنه. و در عموم صابون و کریم دندان امثال از اینها کدام مشکلی نداره. برادر دیگری پرسیدن که اگر کسی به فراموشی میخورد روزه را، آیا این روزه خود اعاده میکنه یا نمیکنه؟ و این روزه همون روزش به اتمام میرسونه یا نمیرسونه؟ برادر محترم، در این باره حدیث صحیح در صحیح بخاری و مسلم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند: من نسی فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. کسی اگر فراموش کرد و در فراموشیش خورد، روزش خورد یا نوشید، پس در اون صورت روزش تکمیل بکنه. فلیتم صومه، اتمام به اتمام برسانه، اما روز دیگر نخوره، روزه را به اتمام برسانه تا آخری روزه. چرا؟ به خاطر فانما اطعمه الله وسقاه، به خاطری که الله تعالی بالایش صدقه کرده، عفو درگذری کرده، مهربانی کرده. الله تعالی برش امیر مناسب از این، لایق از این دیده، پس ایره الله تعالی برش مثل یک میهمانی برش تقدیم کرده. دیگر حاجتی قضا نداره، دیگر نباید قضا بیاره. امروز هم تکمیل میکنه و از قضا معفو است. چرا؟ اگر قضا میشد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن که اگر به فراموشی خورد باید دوباره قضا بیاره. و همچنین حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند: امتی ما از خطا و نسیان چیزا
یعنی گناه از اینا از سرشان برداشته شده، یعنی از اینا مؤاخذه نمیشن. در حالت نسیان یعنی فراموشی و حالت اشتباه، انسان کاری را اشتباه میکنه. پس حالت فراموشی در روزه انسان مؤاخذه نمیشه، نه تنها مؤاخذه نمیشه بلکه قضا هم نداره و امو روزش تکمیل میکنه و با امو اکتفا میکنه. والله اعلم.